در دعوت بهاری سال 2024 قریب یک ماه پیش از مولد و در دعوت تیرماه سال گذشته در روزهای اولی دعوت جوانان ما با خواهش خود به صف قواهای مسلح پیوستند. امروز نیز جوانان ما توانستند در روز یکم دعوت نقشه دعوت بهاری را با سر بلندانه اجرا نمایند. این دعوت دویم است که جوانان دلاور و غیور اختیاراً به صف ارتش پیوسته نقشه دعوت در ولایت ختلان در روز اول به پرگی تامین می‌گردد که این تشبث در سالهای استقلال دولتی در ولایت پدیده بی‌نظیر است. احسن به جوانان ولایت ختلان، احسن به